phonebook.com همیشه جای است برای هر افغان. ثبت نام کنید همین الان در کتاب افغان phonebook.com. بینندگان عزیز و گرامی، سلام عرض میکنم. با امید صحت و سلامتی شما عزیزان آغاز میکنیم با برنامه آشنایی با کامپیوتر از شبکه جهانی تلویزیون آریانا افغانستان. خب دوست عزیز، در این قسمت برنامه سوالاتی که دوستا در طول هفته کردن درباره کامپیوتر و سوالات غیره براتون جواب میگم و در ضمن تلفن های شما عزیزانه میپذیرم در بالای برنامه که میتونین زنگ بزنین. در آغاز برنامه اولین چیز را که بسیار مهم است براتون درباره‌اش صحبت میکنم که درباره دیتا انکریپشن است. خب اول در قسمت دیتا انکریپشن باید یک سلسله معلومات براتون بدم که دیتا انکریپشن چی معنا و بعدا فوایدش هم میگم و نواقص دیتا انکریپشن براتون میگم. دیتا انکریپشن در حقیقت نوشتن معلومات به شکل یک شفر است توسط کامپیوتر یا نوشتن معلومات به شکل شفری که کسی نتونه او را بدون اجازه بخونه تا که اونمو پسورد از اون انکریپشن نداشته باشه. که مثال یکی از امثالش است که مثلا اگر شما میخواین که یک ایمیل روان کنین از یک نفر به نفر دیگه و این ایمیل اگر انکریپتد نباشه، هر کسی که به این ایمیل دسترسی حاصل کنه میتونه ایره بخونه. مراجع دولتی کشورهای مختلف میتونن اون را بخونن. اما اگر این ایمیل مثلا در مایکروسافت ورد تایپ شوه و بعدا این کمپرس شوه و انکریپت شوه و بعدا اتچمنت شوه در ایمیل و فرستاده شوه، هیچ کس نمیتونه ایمیل بخونه، این معلومات بخونه تا که پسورد انکریپشن نداشته باشه. خب ببخشید، پسورد دیکریپشن یعنی که بعد از اینکه انکریپت شد دوباره، یعنی که به شفر نوشته شد دوباره شفر بشکنانین، او را میگه دیکریپشن که باید پسوردش داشته باشین. پروگرام های مختلف در دنیا به خاطر انکریپشن و دیکریپشن ساخته شده که البته بعض پروگرام هایش بسیار پروگرام های قیمتی است که او را دولت های مختلف دنیا استفاده میکنه، از قبیل مثلا CIA و FBI و غیره مراجع دولتی که واقعا میخواین که معلوماتشان به هیچ وجه چی نشه، یعنی که کد شکستانده نشه، شفر شکستانده نشه و موادی که روان میشه، معلوماتی که روان میشه افشا نشه. اما برای آدمای اوسط یا اوریج شما مجبور نیستین که از همچون پروگرام های قیمتی استفاده کنین. یک پروگرام بسیار مجانی که میتونین ساده و بسیط و به شکل مجانی میتونین رو دانلود کنین، پروگرام وینزپ می باشه. وینزپ از winzip.com میتونین که رو دانلود کنین که البته وبسایت چه براتون ما نوشته میکنم با خاطر فهماندنتان. یک لحظه نام وبسایت چه براتون بنویسم. یک لحظه. خب نام وبسایت براتون می‌نویسم که میتونین پروگرام انکریپشن استفاده کنین. winzip.com. البته WH هم باید من نوشته میکنم. خب به هر صورت www.winzip.com بازم میره یک کلانتر میکنین که خوبتر ببینین. خب وینزپ یکی از برنامه‌ای است که شما میتونین دانلود کنین و انکریپت کنین، تمام داکیومنت هایتون را کمپرس کنین و انکریپت کنین. البته مثلا ارزش و مهمیت از این را نه تنها به داکیومنت مربوط میشه بلکه به تصاویر و معلومات و ویدیوهای دیگه هم میشه. مثلا اگر شما یک فلش درایو دارین، فکر کنین که اگر در این فلش درایو شما داکیومنت های تکس است، معلومات فاینانشل است یا معلومات های اقتصادی در قسمت شما درباره شما، معلومات های خصوصی فامیلی، معلومات های مثلا بانکی و غیره و مثلا تصاویر فامیلی، تصاویر خصوصی پرایوت و غیره،
تمام از این اگر فلش درایو شما از جیبتان مفته یا اگر فلش درایوتان ضمیمه کلی هایتان است و کلیتان گم بشه، تمام معلوماتتان در دسترس یک نفر غلط اگر بفته بسیار صدمه زیاد را خواهید دید. انال به خاطر از اینکه از این جلوگیری شود شما میتونید که مکمل فلش درایوتان انکریپت کنین یا انکریپتد درایو. برای انکریپتد درایو پروگرام های زیادی است که میگیرین، میتونین بخرین یا فری دانلود کنین از قبیل این پروگرام را که اسمش براتون گرفتم که مکمل درایو کامپرس میکنه و انکریپت میکنه و هر وقت که میخواین با او دسترسی داشته باشین میتونین که او را دیکامپرس کنین و دیکریپت کنین، یعنی که انکریپشن را پس کنین. البته یک گپ بسیار مهمه باید بفهمین که شما مجبور نیستین که مکمل درایو انکریپت کنین، شما میتونین که صرف همو قسمت انکریپت کنین که فایل های مهم در او است، که مکمل درایو بسیار وقت زیاد میگیره انکریپت کردنش و دسترسی شما یک ذره مشکل میشه، حتی به شخصی که خودش میخواد او را دسترسی کنه مشکل میشه وقتی که انکریپتد باشه. در هارد درایو وقتی که پسورد میگذارین از طریق بایوس یک لپتاپ، مثلا در بایوس لپتاپ اکسس هارد درایو با او اگر ادمنستریتور پسورد میگذارین معلومات از او هم قابل دسترسی نیست، انکریپتد می باشه تا که شما مو پسورد نفهمین. خوبی از این چی است که تمام معلوماتتان مسئول است و بدیش چی است که اگر خودتان هم پسورد فراموش کنین هیچ راهی ندارین که به معلوماتتان دسترسی داشته باشین. یعنی فراموش کردن پسورد بسیار یک قیمت هنگفت است که شما خودتان پرداخت خواهید کرد اگر پسوردتان فراموش کنید. مثلا تمام چیزایتان از بین میره و تمام فایلایتان همش از دسترستان میبره وقتی که شما پسوردش فراموش کنید. به او خاطر احتیاط کنید که چطور استفاده میکنید. خب سوال دیگه دوست ما کردن، گفتن که اتر امکان داره که یک ماشین حساب یا کلکولیتر باشه که تمام معادلات ریاضی را در او پروگرام کنیم و بعدا فقط امو وریبل داخل کنیم و جواب بگیریم. بله، تمام کلکولیترهای تکساس اینسترومنت، کلکولیترهای کاسیو و کلکولیترهای دیگه گرافیکس و حتی کلکولیترهای اپلیکیشن های کلکولیتر که در آیفون دانلود میکنین تمام از این آپشن انکریپشن داره، آپشن پروگرامینگ داره که میتونین پروگرام کنین. به طور مثال من اینجا بهتون یک مثال میتونم. خب باشین که به یک کاغذ سفید مثال بتیم. یک لحظه. خب این یک کاغذ سفید است، در این من براتون مثال میتونم. خب مثلا ما شما یک فرمول بسیار عادی داریم که میگیم مثلا x1 x2 است منفی b پلاس ماینس جذر b مربع منفی 4ac تمام از این تقسیم میشه به 2a. خب در ماشین حساب که شما میتونین به اصطلاح پروگرام کنین، شما چند خانه خالی در اینجا دارین؟ خوب سعی کنین. در شما یک خانه خالی دارین، باشین که قلم اگر استفاده کنین. b یک وریبل است، a دیگه وریبل است، دیگه b در اینجا داریم و در اینجا a داریم و در اینجا c. خب شما سعی کنین که در اینجا شما یکی، دو، سه، چار، 5 وریبل دارین که شما در یک ماشین حساب، در یک کلکولیتر قسم این فرمول نوشته میکنین که فقط b را داخل میکنین، b مربع را داخل میکنین، a و c و a و جواب براتون میده که x1 و x2 دو جواب داره که جوابش چی است. این ماشین حساب میتونین که اپش دانلود کنین و یا میتونین که شما در خود آیفونتون اپلیکیشن کلکولیتر یا تکساس اینسترومنت تی آی و یا اپلیکیشن کاسیو کلکولیتر، گرافیک کلکولیتر و یا چند دانه دیگه است که براتون نشان میتم. باشین که من نشان بتم براتون. کلکولیترهای خوبه
calculators. این تمام اپلیکیشن های کلکولیتر است که شما میتونید دانلود کنین که از کلش ما استفاده های مختلف میکنم. گرافیک کلکولیتر، 3D graphics، formulas، دیگه scientific calculator، symbolic calculator، script calculator. تمام از خود فیچرهای مختلف داره. مثلا فرمولا چقدر یک چیز خوب است که شما داشته باشین. تمام فرمولاهای الجبر براتون میگه. مثلا absolute value براتون میگه که absolute value x مساوی بر چی است. تمام فرمولاهای چی را براتون میگه. مثلا binomial theorem براتون میگه که summation، البته این فرموله summation است. دیگه به این شکل distance فرمولا این را خود میفهمین که x2 minus x1 مربع که plus y2 minus y1 مربع داخل جذر فرمول distance است که یک نقطه را distance شه پیدا کنید. تمام از این فرمولهای بسیار به درد بخور، چیزایی که یعنی در زندگیتان بر متعلمین، کسایی که میرن کالج، بسیار یک چیز ضروری است که داشته باشن. شما میتونید که در اپلیکیشن در آیفونتان دانلود کنید. دوستان عزیز یک چیز بفهمین که استفاده از گرافیک کلکولیتر و استفاده از آیفون، استفاده از آیپاد تچ در تست یا در اگزام یا امتحان ریاضی یا مت غیر قانونی است. بسیار کم، بسیار به ندرت معلمین هستند که شما را اجازه میتن که شما گرافیک کلکولیتر، ساینتیفیک یا پروگرامبل کلکولیتر یا مثلا آیفون در تست برین. به خاطر که اگر او را بیارین خود را مکمل نقل است دیگه. کل سوالا را میتونین جوابایش نوشته کنین. با او خاطر فکرتون بگیرین که در جنجال نرین و باز این چیز ملامتیش سر من نبیه که در مرا خالد یاد که من اینطور ماشینی سوا بگیرم. در امتحان اجازه نیست، برای یاد گرفتن خودتان است در داخل خانه و یا در داخل صنف وقت درس خواندن، نه وقت امتحان. خب میریم سراغ سوال دیگه. یک لحظه. خب یکی از خواهران ما سوال کردن، گفتن که یک دو هفته قبل در باره وب کم هکینگ معلومات دادین. اگر امور باز یک روشنی پرتین. خب دوستای عزیز، در این قسمت لپتاپ یک کامera می باشه. در اینجا اینم امرای توش یک کامera که رسم میکنم چرا که از من نداره کامera. اینه در این قسمت یک کامera می باشه در لپتاپ ها که این کامera میتونه که هک شوه از هکرز یا کسایی که در اینترنت هستن، آدمای خراب میتونن که این کامera را بهش دسترسی پیدا کنن، این کامera را روشن کنن، از این کامera عکس بگیرن و یا از این کامera ویدیو ثبت کنن. این حتی در CNN گفته شد. با او خاطر ما یک دو هفته قبل در این باره صحبت کردم و دوستا را گفتم که آسان ترین راهش چیست که شما یک دو تیپ بگیرین، یعنی اسکاچ تیپ یا مثلا رابر تیپ، در سر کامera بانین و صرف وقتی که خودتان استفاده میکنین، صرف در امو زمان یا در امو عصر که خودتان رو استفاده میکنین چی کنین؟ امو تیپ پس کنین، در غیر از او تیپ سرش بانین. به خاطر که همچی یک مشکل ایجاد شده که حالا هکرز میتونه که کامره یا کامپیوتر را هک کنن و معلومات استفاده کنن، دزدی کنن تصاویر خصوصی. کامره که مثلا در یک آفیس هست که در اونجا هیچ وقت نیستین، مثلا من خودم در آفیس خود در سر کامپیوترم کامره دارم و این کامره را خودم از دور میبینم به خاطر از اینکه بتونم بفهمم که چی گپ است در آفیسم وقتی خودم اینجا نیستم. اما این کامره قابلیت هک داره، یعنی امکان داره که هک شود. هک کردن کامره بسیار به انواع مختلف میشه، بسیار به سادگی. طور مثال براتون یک مثالش من میتم که نه، مثلا من میرم با کامپیوتر آفیس، مین آفیس. در کامپیوتر مین آفیس خود که ما داخل شدم، این کامپیوتر مین آفیس است، من چی میکنم که این پروگرام پایین میکنم، این پروگرام و اینجا من کامera را نمیبینم، تمام فعالیت های کامera را. این کامره دوم هم من میتونم که روشن کنم. از خودم مو کامپیوترمون نفر این میتونه که هکر روشن کنه. مثلا
کمره دوم چی رقم روشن میکنم؟ توجه کنید. این خود کمره اول بود که دیدین نه؟ خب حالا کمره دوم است، سعی کنین. دبل کلیک کردم و کمره روشن شد. و حالا سعی میکنیم که در این کمره شما ببینید نتیجه. خودم. خب و به خودم است. ولی کسایی که کمرای شما را میکنن او معلوم دار یک کار غیر قانونی است که پسورد تان را هک میکنن و اکسس یا دسترسی به کامپیوترتان میکنن. و او خاطر برای از اینکه مسئول باشین یا برای مسئولیت شخصیتان بسیار نظر خوب است که به سر کمره وبکمتان یک تیپ بزنین و اگر کمره وبکم یک اکسسوری است که اتچ میشه از طریق سیم یو اس بی خب یکی از دوستا گفتن که ما میخواستم که اکانت بانکی ما و هر قدر که کوشش کردم که پسورد انتخاب کنم میگه پسوردت valid نیست و مسیج زایل برام Your password must contain uppercase letters, lowercase letters, digits, and special characters. و یا سال تولدتان یا آدرس خانه‌تان و غیره. که پسورد مغلق و غیر قابل گس کردن یا حدس زدن باشه که نفر نتونه حدس بزنه پسورده. و با او خاطر در اینجا اسم که نشون که در پس must contain uppercase and lowercase characters. مانش ها در او داخل باشه and special characters و علامات که مثلا علامه فیصد، علامه پاوند، علامه ات شماره ها می باشن. مثلا دو علامه ات است که برای ایمیل استفاده میشه، پاوند امرای شماره 3 است، دلار امرای شماره 4 و فیصد امرای شماره 5. اینمیا کلش به نام اسپیشال کاراکترز یاد میشن. در پسوردها بانک ها توصیه میکنن که شما در پسوردتان اینمی اسپیشال کاراکترز داخل کنین تا که کس نتونه پسوردتان حدس بزنه. دوستان عزیز، بسیار زیاد اشتباه بزرگ است که شما پسوردتان نامتان بگذارین. او اولین چیزی است که مردم حدس میزنن. اشتباه دوم که پسوردتان مثلا سال تولدتان باشه یا آدرس خانه‌تان باشه یا سال تولد او چیز دوم است که مردم حدس میزنن، کسایی که هک میکنن، هکرز. پسوردتان باید یک چیز مغلق باشه، بسیار مغلق، که مثلا پاوند، دلار، 48 اف کیو uppercase n d l r به این شکل. یک چیزی که بسیار مغلق باشه که ناممکن باشه حدس زدنش. اینو میخواستم که براتون بگویم. خب دوست ما گفتن من میخوام که بزنس کرایه لپتاپ داشته باشم یا لپتاپ رنتل، کدام نوع لپتاپ ها رو بخرم خوب است. خب در این قسمت باید بگویم که بزنس کرایه دادن لپتاپ اول براتون توصیه میکنم که بسیار بزنس چینی است. خوب نیست که در روز زیاد پول اینوست کنین یا پیسه خرج کنین. اگر مثلا شما بزنس کار رنتل داشته باشین یا
برام یک هفته که در یک مملکت دیگه میرن. اما ای که تنها بزنس لپتاپ رنتل باشه فکر نکنم که زیاد رونق بگیره، با خاطر که زیاد لپتاپ نیست. ولی باز اگر شما لپتاپ هایی است که کتکی باشه، دوامدار باشه و به اصطلاح ضربه تحمل لپتاپ که براتون من نوشته میکنم که شما بفهمین. و یک لحظه Panasonic Toughbook. خب Panasonic Toughbook کرد، ولی Toughbook کلش one word است، معنیش که یک جایی استن. Toughbook کلش با هم یک لغت است. Toughbook به این شکل نوشته میشه. سنگجان و تمام قطع نظامی از این لپتاپ دارن در صفحات جنگ، و این لپتاپ است که بالایش میتونه خود که در آب بفته و یا میتونه از پایان بفته و خراب نمیشه. البته هیچ چیز نیست دنیا که هیچ خراب نشه، ناممکن باشه. خرابی در از کلکین بیرون مندازه، از منزل دو پایین مفته در امطور به اصطلاح خندق خود گفته نمیتونیم، امطور آب استاده در سرک می باشه، در سرک آب استاده سر از او مفته و هنوزم کار میتونه. بله نابکارا را امیر چطور دلت میکنه؟ سوال دوم است امیر بله که بسیار چلو میگه از انتر پیش خوب حالی یک رسید کردم بسیار چلو شده. خب یکی از همه شما در انترنت که برآمده نو پیشتر کامرا را که روشن کرد، بله پروفسور بعد از او بسیار تصویرتان قطع میشه، آوازتان هم قطع میشه. نمیدونم در کامپیوتر هم کامرا چلان ماند، از خاطر همین صدایتان صحیح نمیاد. اوکی تشکر از اینکه اول دادین، من اینو جور میکنم. تشکر از پروگرامتون. خب سوالی که دوست ما کردن، گفتن در قسمت در آیفون چطور میتونیم که تصاویرش دیلیت کنیم. خب در آیفون شما میتونین و بسیار سادگی تمام تصاویر یک جایی دیلیت کنین. ایره بسیاری ها فکر میکنن که مثلا وقتی که در یک آیفون شما تصویر دیلیت میکنین، فکر میکنن که به اصطلاح هر دانه تصویر باید دانه دیلیت کنین، اما این کار مجبور نیستن که بکنین. شما توجه کنین که شما چی میتونین کرده. مثلا در این آیفون من میخوایم که مکمل البم دیلیت کنم، و بسیار سادگی من میتونم که البم سلکت کنم و دیلیت کنم. مثلا ایره و ایره. سعی کنین که باشین که یک زوم کنیم. سعی کنین که من 3 تصویر سلکت کردم، انتخاب کردم، و حالا من میتونم که به اصطلاح ترش یا دوله جنگلی کلیک کنم و تمام تصاویرهایی که سلکت کردیم یا انتخاب کردیم پاک میشه. زیادتر هم من میتونم که سلکت کنم. مثلا سعی کنین حالا ما 6 تصویر انتخاب کردیم که اگر بخوایم دیلیت کنم هر 6ش یک جایی دیلیت میشه. به این شکل من میتونم که پایان برم و بالا برم و تصاویر دیگر انتخاب کنم و به این شکل کلش دیلیت کنم اگر خواسته باشم. البته چون که نمیخوایم دیلیت کنم دیلیت نمیکنم. و این البته یک چی بود، حادثه ترافیکی بود که من تصویر گرفتم از حادثه ترافیکی
که درایو میکردم، دو موتر با هم حادثه کردن و دستی از آیفون خود تصویر گرفتم به خاطر که موتر سیاه ملامت بود، سفید چراغش سبز بود و ما گفتم از او، یعنی آیفون سکرین که کامرای آیفون چقدر به درد میخوره. یعنی شما میتونین که در عین درایو اگر یک حادثه را میبینین دستی عکس بگیرین که به اصطلاح آدم بیگناهیش ثابت شود. مثلا من ایده عکس گرفتم برای آدمی که گناهش نبود، رفتم و گفتم ایمیل تا بده که من روان کنم یک عکس برات و من میفهم که گناهی تو نبود. ما میتونستم که درایو کنم رای ما بگیرم بگم با ما چی، لیکن با ما چی که ما بگیم دنیا در دنیا اگر میخواین که یک تغییر بیارین، تغییر مثبت بیارین، با ما چی باید نگوین، در هر چیز که از حق دفاع باید بکنیم. و در اوج ما دیدم که آدم بیخی بیگناه بود، استاد شدم، نمره من برش دادم، گفتم ما کمک که کار داشتی، شاهد کار داشتی، من دیدم که گناهیت نبود. خب به هر صورت خب این بود طریق سوال برادر ما که گفت که چه قسم ما میتونیم تصاویر زیاد یک جایی دیلیت کنیم. خب حالا میریم سراغ یک تلفن دیگه. مشکلی تلویزیون آریانا افغانستان، برنامه آشنایی با کامپیوتر، بفرمایید. بله بفرمایید. بله خالد جان عزیز، یک جان تشکر از پروگرام‌های آموزنده و خوبتان. خواهش میکنم. افتخار میکنیم با وجود شما و یک افغان نازنین. زنده باشه. ضمنش یک سوال داشتم خالد جان، من تلفن گلکسی اسپور دارم. بله. برای من یک سوال پیدا شد، امکانات از این است که یگان فایل‌ها یا یگان چیزایی که از وای فای را از پرینتر پرینت کنیم. من این نمیتونم که بله بله. بله ما براتون رای حلش هم میگم. تشکر از تلفنتان. یک جان تشکر. خواهش میکنم. ما همیشه شما مهربانی کنید. خداحافظ روزتان. برادر عزیز، اول این یک غلط فهمی بزرگ باید ما کلیر بسازم یا به اصطلاح رفع کنم که اکثر آدما به می فکر هستن، اکثر نفرها به این فکر هستن که اگر شما از تلفنتان آیفون یا گلکسی S4 یا از هر تلفنی که وایرلس پرینت کنین باید پرینترتان وایرلس باشه. این گپ کاملا غلط است. پرینتر 10 ساله قدیمی هم که باشه، پرینتر لیزر باشه، انکجت باشه، پرینتر هر قدر که قدیمی باشه، شما میتونین که وایرلس از آیفونتان، از گلکسی S4، S5، از S3، از کلش شما میتونین که پرینت کنین، حتی از آیپد پرینت کنین، از آیپاد تچ پرینت کنین. صرف در صورت میتونین که کار کنین که چند چیز باشه، چند شرایط. شرط نمبر 1، پرینتر باید شیرد باشه. شیرد یعنی که در نتورک در حالت شراکت گذاشته شده باشه. و او رو چی میکنین که در خود آیکون پرینتر در اینجا سعی کنین، من در کامپیوتر براتون نشان میدم، در آیکون پرینتر میرین printers devices and printers و مثلا اینی پرینترم است، در خود می آیکون می پرینتر رایت کلیک میکنین و میرین به properties و شیرینگ. البته این پرینتر خو چی است؟ پرینتر اصلی نیست، به خاطر در این کامپیوتر هیچ پرینتر من ندارم. و در اونجا شما انتخاب میکنین شیر و برش یک نام میتونین شیر از وات. مثلا در هر پرینتر از خود یک نام داره. شیر از آفیس پرینتر، هوم پرینتر، سکند فلور پرینتر، یا مثلا لیوینگ روم پرینتر یا داینینگ روم پرینتر. یک نام برش میمانین که پرینتر مربوط، مثلا میتونین نام در ریبانین، ضرور نیست که نام انگلیسی باشه، هر نامی که میخواین بگذارین. میتونین که نام پرینترتون بانین پرینتر منزل پایین، پرینتر دفتر یا پرینتر منزل بالا و یا اسامی اشخاص درش بانین، هر چیزی که خودتان راحت میسازه. و وقتی که این کار کردین چند شرط بود نه گفتم بهتون. اول شرطی بود که پرینتر شیرد باشه. شرط دوم که باید پرینتر امو کامپیوتری که با او پرینتر ربط داره، مثلا یک کامپیوتر دسکتاپ است که پرینتر با امو کامپیوتر ارتباط داره، او کامپیوتر باید روشن باشه. او کامپیوتر اگه خاموش باشه پرینتر از سرکت یا از نتورک مبرایه. او کامپیوتر باید روشن باشه. و سوم باید او کامپیوتر در عین راوتر یا وایرلس نتورک باشه که تلفنتان است، در عین وایرلس نتورک باشه.
مشکل چی کردم؟ سیری رو روشن کردم. خب I don't understand. Andy was the Flatbush and whiskey. سیری دیوانه شده. این گپ من نزده بودم. خب به هر صورت اشتباها سیری رو روشن کردم که یگان گپای دیوانگی میزنه. سیری هم خانم است در آیفون که کمک میکنه، ولی یگان نفس سر خود گپ میزنه که البته او رو مزد میخوام که سوان روشن شد. به هر صورت پرینتر سه شرایط گفتم. یک شرط که پرینتر به نتورک شیرد باشه یا به شراکت گذاشته شده باشه. دوم کامپیوتری که با پرینتر مستقیم ارتباط داره او کامپیوتر روشن باشه. سوم کامپیوتری که با پرینتر ارتباط داره و آیفون و یا بگویم به اصطلاح کامپیوتری که با پرینتر ارتباط داره و سمارت فونتان که میتونه آیفون باشه، گلکسی باشه، هر چیزی که باشه، کلشان در عین وایرلس نتورک باشن. اتو نمیشه که مثلا یکیش در یک راوتر باشه دیگهش در دیگر راوتر باز کار نمیتونه. و بعدا شما چی میکنین که اپلیکیشن ایر پرینتر انستال میکنین. اپلیکیشن ایر پرینتر نوشته میکنه براتون. اسم از این اپلیکیشن است ایر پرینت که باشین که روشن کنیم. ایر پرینت هم یک لغت است، یعنی one word یک جایی نوشته میشه ایر پرینت. ایر پرینت این انستال میکنیم و با این اپلیکیشن یا با این برنامه یا پروگرام شما مجبور نیستین که پرینتر وایرلس بخرید. اینال سوال پیدا میشه که اگر پرینترتان باشه وایرلس باز چطور میکنین؟ اگر پرینترتان وایرلس باشه مجبور نیستین که همون کامپیوتری که با پرینتر ارتباط داره رو روشن بانین. او کامپیوتر هم میتونه، کل کامپیوتر میتونه خاموش باشه، تنها راوتر روشن باشه، تلفنتان روشن باشه و با پرینتر وایرلس شما میتونین از طریق راوتر پرینت کنین. پرینترهای وایرلس از خود یک آی پی آدرس دارن و شما میتونین که به آی پی آدرس به تلفن اد کنین و وایرلسلی یا به شکل بیسیم پرینت کنین. خب این بود جواب سوالتان. یکی از دوستان گفتن که هفته گذشته درباره هک ای بی گفتن. من اکانت ای بی دارم. اوکی باشین که بخونم به انگلیسی باز ترجمه شده میگم. Last week you spoke about eBay hacking. I have an eBay account. Is my account safe? خب دوست ما گفتن که هفته گذشته در قسمت هک کردن eBay صحبت کردیم و اکانت eBay ما سیف است یا نه. بله اکانت eBay تان سیف است، فقط پسوردتان رو چنج کنین، به خاطر تمام پسوردهای eBay را هکرها دزدی کرده بودن. بله بفرمایید. سلام علیکم استاد، چیال داریم؟ خوب هستین؟ تشکر. و علیکم السلام. شما خوب هستین؟ بعد از مدت زیاد تلفن کردین، خدا کنه که بر لباس عافیت و صحت به سر ببرین. تشکر. شما هم همچنین موفق باشیم. خیلی برنامه خوب و مفید و آموزنده ما خیلی استفاده میکنیم. ببخشید خواستم یک سوال داشتم، میخواستم پرسان کنم. مانیتور ما روشن میشه ولی چی نمیشه، تصویر نداره. گفتمی چی مشکل داره؟ مانیتور روشن میشه. در مانیتور دو چراغ است، یک سبز و یکیش هم به شکل نارنجی. کدامش روشن میشه؟ همین چراغ سبز روشن میشه. بسیار بغلی او که روشن میکنه، بعد استارت نوشتی باز پس چی میشه؟ قطع میشه. خواه بسیار خوب. فهمیدم. من براتون راه حل از این میگم. یک جهان ممنون از تلفن شما. یک جهان تشکر از شما. موفق باشید. زنده باشید. شب خوش با شما. خداحافظ. خواهر عزیز، مانیتور وقتی که شما گفتین در مانیتور استارت روشن میشه و دوباره تصویر به اصطلاح مفقود میشه یا گم میشه از تصویر از مانیتور، دلیل از این رزولوشن غلط در کامپیوتر است. در کامپیوتر هر مانیتور تحمل یک رزولوشن مخصوص داره. رزولوشن یعنی که چقدر نقطهای تصویری در یک اینچ می باشه، او را به نام رزولوشن میگن. اگر شما رزولوشن یک مانیتور رو چنج کنین، تصویر کاملا مفقود میشه و هیچ تصویر در اون نمیاد. راه حل از او چی است؟ اول براتون نشان میدم که رزولوشن در کجا تعیین میشه.
در خود کامپیوتر وقتی که رایت کلیک میکنین میرین به سکرین رزولوشن، رایت کلیک سکرین رزولوشن. در اینجا شما رزولوشن های زیاد مختلف را میبینین. طور مثال در اینجا ما بر شما باشین که یک ذره کلانتر براتون بسازم که ببینین. در اینجا قسم که شما میبینین رزولوشن کامپیوتر بنده می باشه 10 × 24 ضرب 768. این 10 × 24 ضرب 768 یک رزولوشن به اصطلاح چیست؟ خوب است، اما اگر من ایره بالا میبرم و انتخاب میکنم یک رزولوشن دیگر، مثلا در کامپیوتر ما تمام رزولوشن هایی که سپورت میکنه مانیتورم میتونه که باشه، ولی در بعضی کامپیوترها شما میتونین که او را پس کنین و رزولوشن بالاتر ببرین که در اون صورت تصویر کاملا گم میشه. تو با شما چی میکنین؟ میرین در اینجا و رزولوشن پایین میبرین، به اصطلاح نمرهش پایین تر میبرین. این حال سوال در اینجا است که چطور شما میتونین این کار اجرا کنین وقتی که هیچ چیز نمیبینین در تصویر. وقتی که هیچ چیز نمیبینین که راه حل از اون براتون میگم که چطور این کارو میتونین بکنین. وقتی که کامپیوتر شما تصویرش کاملا اسکرینتان کاملا سیاه باشه و هیچ چیز رو نبینین، چطور شما میتونین که رزولوشن تصویر اسکرین تغییر بدین؟ شما کامپیوتر وقتی که نو روشن میکنین برین با سیف مود با فشار دادن تکمه F8 که البته او در اینجا قرار داره. سعی کنین F8 در این قسمت است بالا. شما تکمه F8 فشار بتین در شروع که نو کامپیوتر روشن میشه. در امو وقت شما F8 فشار بتین و این کامپیوتر میبره به انتخاب سیف مود بر شما میته که شما بتونین سیف مود انتخاب کنین. بعد از اینکه شما سیف مود انتخاب کردین، به اصطلاح کامپیوتر مثل مود نرمال روشن میشه، ولی در سیف مود تمام درایورها لود نمیشن. مثلا درایور ساوند کار نمیته، درایور ویدیو صحیح کار نمیته، تصویر یک ذره کلان میباشه و مثلا درایور وایرلس نتورک و غیره، تمام ویدیو کارت درایور، ساوند درایور، مودم درایور، وایرلس درایور کل از یا لود نمیشه، صرف فقط ویندوز لود میشه که شما بتونین مشکل حل کنین. و در حالت سیف مود برین رزولوشن اسکرین پایین کنین. رزولوشنی که من ریکامند میکنم، توصیه میکنم برای مانیتور 17 اینچ است 1024 by 1280 by 1024 یا میتونین 768 by 1024 یا میتونین اگر مانیتورتون کلانتر است 1400 by 1600. نظر به سایز مانیتور است، مثلا مانیتورهایی که 16 by 9 است یا مانیتورهایی که واید است یا به اصطلاح بردار هستند، رزولوشنش نظر به اونمو ضخامت و ارتفاع مانیتور است. و مانیتورهایی که به اصطلاح 4 کنج هستند، 4 کنج خو هیچ کدامش نیست، تمامش مستطیل است، ولی نسبتاً که مثلا 4x3 می باشن، 4 نسبت 3 هستند، بر از وا 1024 768 یا 800 by 600 بر مانیتورهای بسیار قدیمی رزولوشن است که شما میتونین انتخاب کنین. بازم لیست رزولوشن های چارتش براتون میمانم که از این روی از این نظر به سایز مانیتورتان انتخاب کنین. لطفا توجه کنین. خب در خود ویکیپیدیا که شما برین اسکرین رزولوشن های زیاده است، ولی ما به اصطلاح مایش که به کامپیوتر است براتون میگم. سوپر وی جی ای اسکرین رزولوشن سوپر وی جی ای است 800 by 600. اسکرین رزولوشن سیستم واید پال، یکی سیکم است، یکی پال، یکی NTSC رو میفهمین. از واید 848 بر 480 است، پال 16.9 است، 960 بر 544 است. WSVGA که اپل آیفون و غیره هستند 960 بر 640 و مثلا اسکرین هایی که برای کامپیوتر است، مثلا کامن 14 اینچ 15 اینچ اسکرین
از 1024/768 دای 24/768. دیگه مثلا ما داریم 1024 by 1280 1280 برای 800. این کلش در ویکیپیدیا میتونین برین با اسکرین رزولوشن در ویکیپیدیا و رزولوشن های براتون عامه براتون میگه که نظر به مانیتورتان باید تو تعیین شود. شما نمیتونین که بگین والا من اینمی رزولوشن خوش دارم این خوبتر است. شما باید اون امور رزولوشن رو انتخاب کنین که مانیتورتان سپورت میکنه یا میتونه ازودش برای. خب یکی از دوستان سوال کردن که دانلود کردن آهنگ های مجانی از وبسایت های همچو آیتیونز آیتیونز است چیست؟ الف تی یا آیتیونز آیا قانونی است یا نه؟ خب یگانه وبسایتی که من میفهمم که قانونی است آیتیونز است. آیتیونز تمام آهنگایی را که دانلود میکنن اکثرش مجانی نیست، بسیار کم است. پروموشن های بسیار کم است که مثلا آهنگ بر شما مجانی بتن. اکثر برنامه ها آهنگ هایی که در وبسایت هایی که مجانی می باشن غیر قانونی می باشن. مثلا وبسایت لایم وایر غیر قانونی است، وبسایت شیر ویر غیر قانونی است، وبسایت نپستر غیر قانونی است. در مقابل نپستر حتی یک لاسود شد. دیگه بسیار وبسایت هایی است که شما فیلم هایی را که فعلا در سینما است میتونین برین مجانی سعی کنین. تمام از او غیر قانونی است. اگر در او وبسایت ها داخل شوین دولت امریکا اف بی آی مخصوصا آی پی آدرس شما را میبینن و میتونن که بیاین سراغتان و یا ایست که براتون یک فاین یا یک جریمه $10,000 از طریق ایمیل بفرستن یا از طریق پست. ارزشش اصلا نداره. در اون وبسایت ها هیچ داخل نشین. نه تنها که خطرات قانونی است در وبسایت ها، بلکه خطرات از این است که کامپیوترتان هک میشه، در کامپیوترتان اسپایویر داخل میشه، در کامپیوترتان ویروس داخل میشه و 20 رقم مشکل دیگه در کامپیوتر داخل میشه که اصلا همو ارزشش نداره که شما به خاطر که $1 یا $2 همو ویدیو را مثلا کرا نگرفتین، از رد باکس کرا نگرفتین و او را مجانی سعی کردین، قدر خطر به خود بگیرین. خب دوستان عزیز، ناگزیر از حضور شما عزیزان مرخص میشیم. 5 دقیقه بیشتر از وقت برنامه زیادتر رفتیم به خاطر که 5 دقیقه ناوقتر شروع کردیم. دیگه بازم از تلویزیون آریانا افغانستان تشکر میکنیم که برای ما به اصطلاح امی وقت اضافه را دادن که ما بتانیم 5 دقیقه بیشتر برنامه را ادامه بدیم. دوستان عزیز، همه شما عزیزان به عزت متعال سپرده هفته خوش را برای همه ایتان آرزو میکنم. روز و روزگارتان خوش و اگر خواست خداوند بود و زنده بودیم هفته آینده باز هم خدمت شما حاضر خواهیم شد. خداحافظ شما. در قلب افغان فندق.com همیشه جای است برای هر افغان. ثبت نام کنید همین الان در کتاب افغان فندق.com.